گسیل 1200 جوان به خدمت حربی در امفی‌تئاتر خوجند ادامه مراسم‌های گسترده است که بعد فرمان رئیس جمهور امامعلی رحمان درباره دعوت بهاری به قواهای مسلح در منطقه‌های تاجیکستان به راه مانده شده است. در چند سال اخیر جامعه شهروندی شیوه جلب جوانان به صف قواهای مسلح را انتقاد می‌کرد. جلب مجبوری جوانان و از خانه در نیمه شب بردن آنها در میان مردم به نام ابله و معمول بود. والدان هم از ترس لطوکوبی نوزکران و یا بدرفتاری با آنها در ارتش مانع جلب فرزندشان به ارتش می شدند. ولی حالا با قول مقامات با بهبود یافتن شرایط خدمت و آشنایی نزدیکان والدان با واحدهای نظامی مخالفت آنها کم شده است و صف داوطلبان خدمت در سوخت در این موسم افزوده است. با قول آنها ابله و شدن جوانان نیز در حدود ولایت کم شده است. این تدبیر اگر از یک طرف برای خاطر جمعی و اصول خاطری پدران و مادران نسبت خدمت فرزندان در ارتش ملی مساعدت کند، از جانب دیگر عامل مهم برای جلب اختیاری جوانان و صف قواهای مسلح میباشد. بشارت حاجی قلوه 5 پسر دارد و میگوید دوم فرزندش است که به خدمت میفرستد. درباره شرایط خدمت در صف قواهای مسلح تصورات خوب دارد. فرزند من توشیف اکمل در چست 2026 خدمت میکند. در کجا؟ رزیدنسی چست. من رفته در کدام شهر یا خود دوشنبه 6 ماه خدمت کرد. رفته دیدن راست خرسان شدم. حاضر خدمت میکنم. حاضر خدمت کردم. شرایط قسمی حربی شان چگونه است؟ راست اجازه کردم. رفته دیدن خرسان شدم. برای زرگل خالقوه که باری اول فرزندش را به ارتش گسیل میکند، هنوز جای برای تشویش در گوشه قلب باقی مانده است. جای نقض میره گفتن، شرایط نقض خواطر نشوید گفتن. این از کمیسریت حربی؟ تشکیل مراسم‌های پرشکوه و پر از شعارهای وطنداری و وطنخواهی اسلوب نوین مقامات برای جلب جوانان به خدمت حربی است. رهبران ولایت از آن درباره فعالناکی رهبران ناحیه و جماعت‌ها برای جلب جوانان در موسم بهار معلومات می‌گیرند. همین است که این مراسم به ذکر فعالان این موسم نماند. من علایقه کردنی هستم که فعالیتی خیلی خوب نشان دادن مقامات‌های اجرایی حاکم دولتی شهر ناحیه‌های ظفرآباد، دهشتی، شهرستان و گلستان با همراهی کمیسیون‌های حربی و تا امروز از 60 تا 80% دعوت شدگان را به نقطه‌های قبول حاضر نمودند. سالانه از ولایت سوخت تقریباً 2,500 جوان به صف قواهای مسلح جلب می شوند. با گفته مقامات حال آنها توانستند 50% نقشه را اجرا نمایند.